بلدی چجوری دنیا رو برای کودکت امن کنی؟ امروز میخوام در مورد یک مفهوم بسیار با ارزش در دوران کودکی و در مراحل رشد کودک باهات صحبت کنم. مفهومی ارزشمند به اسم دلبستگی. تا حالا دقت کردید چرا بعضی از بچه‌ها وقتی میخوام برن مهد کودک به راحتی از والدینشون جدا میشن، خوشحال و خرم و شاد از والدینشون جدا میشن، خداحافظی میکنن، میرن توی مهد کودک و به راحتی اون تایم رو در مهد کودک سپری میکنن و بعدش هم برمیگردن خونه. اما احتمالاً این صحنه خیلی آشنا رو هم دیدید که بچه‌ها جلوی در مهد کودک گریه میکنن، دلشون نمیخواد از والدینشون جدا بشن و به والدینشون میچسبن و حتی زمانی که در مهد کودک هستن باز هم اون احساس بیقراری و ناراحتی رو دارن. یکی از مهمترین دلایل تفاوت بین سبک جدایی بچه‌ها از والدینشون نوع دلبستگیشون نسبت به والدینه. توی این ویدیو من میخوام در مورد انواع دلبستگی و علائمش با شما صحبت کنم و راهکارهایی بدم که بتونید دلبستگی‌های ناایمن رو به دلبستگی‌های ایمن تبدیل کنید. دلبستگی همون پیوند عمیق عاطفی که کودک در دوران اولیه کودکی با مراقبین اولیه‌اش مثل پدر، مادر یا حتی کسایی که ازش مراقبت میکنن برقرار میکنه و بعدها همون سبک دلبستگی رو به روابطش در دنیای بزرگسالی تعمیم میده. ما چند مدل دلبستگی داریم در روانشناسی که سالمترینش دلبستگی ایمنه. اما اگر که دلبستگی های ناایمن شکل گرفته باشه، ما میتونیم دلبستگی ناایمن رو به سمت دلبستگی ایمن ببریم. اجازه بدید اول در مورد انواع دلبستگی با هم صحبت کنیم، دلایلش رو بشناسیم و بعد در مورد راهکارهای تبدیل دلبستگی ناایمن به دلبستگی ایمن صحبت کنیم. اگر والدین در سالهای اولیه عمر کودک به نیازهای کودک پاسخگو باشند، توجه مداوم به نیازهای کودک داشته باشند و به طور مداوم در دسترس کودک باشند، کودک دنیا رو یک محیط امن می‌بینه، سبک دلبستگی سالم در ذهن کودک ایجاد میشه و این کودک در آینده در روابط عاطفیش فردی موفق، مورد اتکا و فردیه که اعتماد به نفس زیادی داره. اگر در دوران کودکی مراقبین اصلی به نیازهای کودک بی‌توجه باشند و به طور مداوم کودک رو طرد کنند، سبک دلبستگی کودک اجتنابی میشه و فردی با این خصوصیت در آینده دنیا رو یک محیط کاملا ناامن میبینه و به راحتی نمیتونه به دیگران تکیه کنه. اگر والدین غیر قابل پیشبینی باشند در ارضای نیازهای کودک، گاهی وقتها به نیازهای کودک توجه کنن و گاهی وقتها کودک رو از خودشون طرد کنن. کودک دچار دلبستگی دوسوگرا یا مقاوم میشه و نمیتونه به هیچ کسی اعتماد کنه، نمیتونه دنیا رو پیش بینی کنه. فردی میشه که به شدت وابسته میشه در روابط، به شدت مهرطلب میشه و همیشه ترس از طرد شدن داره. اگر کودک به طور مداوم برای ارضای نیازهاش از طرف والدین طرد بشه یا بی‌توجهی ببینه، معمولاً فردی میشه که دلبستگی اجتنابی در اون شکل میگیره. کودکانی که دلبستگی اجتنابی دارن از روابط صمیمی دوری میکنن، از روابط نزدیک میترسن و خود اتکایی افراطی دارن، یعنی برای کارهاشون از کسی کمک نمیخوان و خیلی دلشون میخواد بیش از حد قوی به نظر برسن. چرا نظریه دلبستگی اینقدر در روانشناسی کودک مهمه؟ به خاطر اینکه اومدن بررسی کردن در تحقیقات زیادی و متوجه شدن که نیاز به دلبستگی دقیقاً مثل سایر نیازهای بیولوژیکی، مثل غذا خوردن، مثل خوابیدن برای کودک حیاتیه و شکل دلبستگی و سبک دلبستگی میتونه حتی روی ساختار مغز کودک تاثیرگذار باشه و میتونه روابط آینده کودک رو تحت شعاع قرار بده، میتونه نگاه کودک رو به سایر افراد غیر از اعضای خانواده، دوستان و جامعه تغییر بده.
نکته امیدوار کننده اینجاست که سبک دلبستگی حتی اگر اجتنابی یا دوسوگرا و مقاوم باشه قابلیت اصلاح شدن داره و شما میتونید سبک دلبستگی رو به سمت دلبستگی ایمن ببرید. اگر کودکی دارید و فکر میکنید که تا الان اون دلبستگی ایمن رو در کودکتون نتونستید شکل بدید، با توجه مداوم به کودکتون، با در دسترس بودن، توجه کافی به نیازهای کودک داشتن، کودک رو قضاوت نکردن، کودک رو شنیدن و دیدن و حمایت عاطفی کافی از کودک کردن، میتونید سبک دلبستگی کودکتون رو به سمت دلبستگی ایمن ببرید. حتی اگر شما بزرگسالی هستید که فکر میکنید نشانه های دلبستگی اجتنابی یا دلبستگی دوسوگرا رو دارید، باز هم میتونید با استفاده از درمانهای روانشناختی سبک دلبستگیتون رو اصلاح کنید و سبک دلبستگیتون رو به سمت دلبستگی ایمن ببرید. مرسی از شما که در این ویدیو همراه من بودید.